سلام میکنم خدمت همه شما. انشالله که خوب و سلامت باشید. اگه از احوالات بنده خواسته باشید که یه آسیب دیدگی جزمی پیش اومده، نه خوب میشه، چیزی نیست، نه رامتین جان، یه مسئله شخصی بود، تموم شد رفت. نه دیروز داشتم تو آشپزخونه ظرف میشستم و با خودم آواز میخوندم، میگفتم بیا که خانه عشق است اینجا. آقا هنوز مصرع بعدی رو نگفته بودم که یه چیزی مثل پچ خورد پشت گردنم. جای شما خالی والده مکرمه بود، داد میزد غلط کردی که اینجا خانه عشق است، غلط کردی، مگه اینجا کاباره است. راست میگفت، من خودم تا حالا از این زاویه به این مصرع شعر توجه نکرده بودم. حالا بعد اومدم توجیهش کنم، همچین با ته قابلمه زد تو صورتم. الانم یه خورده یادم میفته، اعصابم خورد میشه. اصلا ما نسل جزغاله ایم، میدونی؟ بیا که خانه عشق است اینجا، به هر خشتش توان دل بست اینجا. حمیدرضا مقدمفر، یکی از استراتژیست‌های نم کشیده نظام، تو جمع جوجه طلبه‌های حوزه آخوندی گفته که انتخابات ریاست جمهوری باعث یأس و شکست دشمنان می‌شود. یعنی اینطوریه که همه دنیا نشستن پای تلویزیون ببینن انتخابات آخوندی چی میشه، بعد اگه انتخابات برگزار شد سر به بیابون میذارن و کلاً محو و نابود میشن. در همین راستا نخست وزیر انگلیس هم اعلام کرده تو رو خدا با برگزار کردن انتخاباتتون ما رو از نون خوردن نندازین. اتحادیه اروپا هم اعلام وضعیت خطر کرده، از شهروندای اروپایی درخواست کرده که تا میتونن آذوقه جمع کنن، چون تو ایران انتخابات مهمی پیش رو هست. از شرق کره زمین هم گزارش رسیده که آمار خودکشی و افسردگی در کره و ژاپن 600% افزایش داشته و مردمشون دسته دسته ناله کنان و فریادکشان دارن خودشونو میندازن تو دریا. دبیر کل سازمان ملل هم با ارسال یه نامه رسمی به بیت عظما گفته جون مادرتون انتخابات برگزار نکنین، ما گناه داریم، به ما و بقیه مردم جهان رحم کنید. رحم کن، رحم کن دست. مقام عظمای ولایت کارگردان و نویسنده نمایش انتخابات آخوندی امروز به نامزدهای انتخابات توصیه کرده برای توسعه اقتصادی نگاهشون به بیرون مرزها نباشه، به مردم نگاه کنن. و من به همه این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستن این رو عرض میکنم تصمیم بگیرن، به مردم هم بگن، در تبلیغاتشون هم بگن، قول هم بدن که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای باز کردن گره ها نگاهشون به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود. الله بابا، نگاه دیگه چه عیبی داره؟ اصلا از قدیم گفتن یه نگاه جایزه. کاندیداهای انتخابات هم با شنیدن این توصیه لبیک لک یا لبیک گفتن و قول دادن که نگاهشون رو بیارن داخل مرزها، به سمت همون یه چندرغازی که ته جیب مردم مونده. و اما لیست نگاه ها: حسن روحانی نگاهشو بیاره روی پول نفت، جهانگیری نگاهشو بیاره روی بانک مرکزی و بازار ارز، رئیسی هم نگاهشو رو همون تناب دار نگه داره کافیه، قالیباف هم نگاهشو از زمینهای تهران بیاره رو زمینهای بقیه شهرها، میرسلیم و هاشمی تبا هم فعلا فقط همدیگر رو نگاه کنن تا ببینیم چی پیش میاد. هزار نکته ناگفته. آقا سخنرانی ابراهیم رئیسی معروف ابراهیم دراکولا به علت طوفان و قطع برق منتفی شد. حتما فردا میگن این توطئه ضد انقلاب بود و بعد حجابا دست به یکی کردن که سخنرانی سید خراسانی لغو شه. حالا باز جای شکرش باقیه که همیشه این بلایای طبیعی بدبختیش برای مردم بود، اما این دفعه صدای این دراکولا رو برود. رئیسی اولین فیلم تبلیغاتیشو داده بیرون، بعد آخرش درباره خانم بچه‌ها صحبت کرده، همون فرست لیدی کابینش که منظور همون صبیه بوفالوی نظام علم الهداست. بعدم شما حسابشو بکن، یه آخوند صحبت از این بکنه که میام خونه و غذا آماده نباشه و ناراحت نمیشم و مثلا این دیگه ببین اوج احترامش به حقوق زنانه. بابا یکی نیست بهش بگه که تو رو چه به این لوسبازی‌ها، تو برو قتل عام تو بکن.
آقا سردار اختلاسچی محمد باقر خالیباف گفته ستادش در درون هر خانواده شکل میگیره. یعنی خوردن زمین و کوه و جنگل و بودجه شهرداری کم بود، حالا برای خونه مردم هم نقشه کشیده که اونا رو هم بالا بکشه. این انتخابات تو مایه‌های بازار سدسمال دیگه، هر کی یه گوشه بساط پهن کرده میبافه. قالیباف وعده داده 5 میلیون شغل در این 4 سال ایجاد میکنه. رئیسی هم گفته 6 میلیون. روحانی هم که گفته بود 4 میلیون. آقا اینا کلن انتخاباتو به مزایده گذاشتن. حالا کی داده، کی گرفته، کی تحقیق میکنه؟ از همه جالبتر جهانگیری که خیر سرش معاون روحانی هم هست شلیک کرده به پای خودش و گفته این که کسی بگه چند میلیون شغل ایجاد میکنم فریب مردمه. ناسلامتی تو کاندیدای سایه‌ای، آخه تا کجا پایه‌ای؟ یکی از سرس لاریجانی، نمیدونم صادقشون بوده، جوادشون بوده، محمدشون بوده، برگشته گفته شعار میدن که ما فلان مقدار پول به مردم میدهیم. کرامت مردم بالاتر از پول دستی گرفتنه. سیاستمدار صادق این کارو نمیکنه. یعنی این دیگه از رو بسته. این دیگه میخواد یه چیزم دستی بگیره. یه خبر علمی هم داریم که معلوم بشه ما همچین بیسواد هم نیستیم. دانشمندا بعد از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسیدن که دیگه جنتی نمیمیره، انقدر کوچولو میشه تا تموم بشه. یه ایکسی هست به نام هاشمی طبا که جزو تایید صلاحیت شده هاست. ما هیچی ازش نگفتیم، شما هم که هیچی نمیگین، ولی خودش صداش در اومده که شما برخورد گزینشی میکنین تو رادیو پیک. این بابا خودش هم سورپریز شده، اصلا فکرش هم نمیکرد که تایید صلاحیت بشه. الان افتاده به جون گوگل، هی سرچ میزنه دانلود کامل برنامه‌های ریاست جمهوری، اونم با لینک مستقیم. من یه مردی جزامیم، قدر شده جوانیم، خدا 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 خدا. بحث گوگل شد، یه نگاهی هم بندازیم به بیشترین سرچی که این روزها ایرانی‌ها کردن در گوگل که عین عبارت اینه: آقا این میرسلیم کیه حضرت عباسی؟ یکی از عزیزان یه پیامی برامون فرستاده در رابطه با راه مقابله با مشکلات که معلومه خیلی تلاش کرده و به نتایج کاربردی خیلی جالبی رسیده. آقا این وایس رو پخش کن. در برابر مشکلات بایستید، اگر نشد بنشینید، اگر نشد دراز بکشید و اگر نشد به تلگرام خود مشغول گردید و پیام‌های گروه و کانال‌ها را رصد کنید تا مشکلات خود خسته شده شاید بروم. والا در حال حاضر راه دیگه به ذهنم نمیرسه. سال خروس شیخ فری یه دفعه یاد مرغ اخلاق افتاد و گفت آقا مرغ اخلاقو با تیر نزنید. خیلی من مراقبم و مواظبم، به دوستان سفارش میکنم این مرغ زیبای اخلاق، به این مرغ ما تیراندازی نکنیم. هنوز حرفش خوش نشده بود و مرغ اخلاق هم داشت تو آسمون همینجوری واسه خودش چرچرخ میکرد که مشاورش زد مرغ اخلاق رو آشولاش کرد. اگر ما اجازه ندادیم در 4 سال، در 40 سال مجریایی تربیت بشن که تک تک کاندیداها از اونها مثل سگ بترسن، اجازه ندادیم همچین مجریایی تربیت، نگفتم سگ کی باشه که. وقتی فرهنگ اعتدالی این باشه، شما خودت بخوان حدیث مفصل از این مجمل. خبر فوری. دقایقی پیش دانشمندان ناسا اعلام کردن یک شیء ناشناخته با عمامه مشکی روی سرش تونست از سرعت نور سریعتر حرکت کنه. واقعا یعنی چی میتونه باشه؟ آقا شما یه موزیک گوش بدین تا ما بریم سریع چک کنیم ببینیم داستان چیه.
خانوما ما رصد کردیم دیدیم خبر درسته. ماجرا از این قراره که یکی از خبرگزاری‌های دست نشانده آیت الله قتل عام که اخبار انتخاباتیشو پوشش میده، صبح امروز یه خبر زده که آیت الله رئیسی همکنون وارد بیرجند شد. بعد دقیقاً 15 دقیقه بعد یه خبر دیگه زده آیت الله رئیسی همکنون وارد یزد شد. دانشمندان ناسا هم نشستن فاصله بیرجند تا یزد رو تقسیم بر 15 کردن، دیدن از سرعت نورم بیشتره. اینطور که معلومه طی‌ال ارض کرده. خلاصه الان هم فیزیکدانان جهان همگی آشفته و حیران چمدوناشونو بستن بیان ایران برای بیعت با این شیء ناشناخته عمام مشکی. مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونت، مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونه. خب دوستان، فردا و پس فردا رادیو پیک نداریم، به جاش فردا شب با برنامه‌های پیک شادی در خدمتتون هستیم. جمعه هم که ما با برابکس می‌خوایم بریم شمال. ها؟ نه جنوب شرق غرب. آها بله مثل که ما اینجا میمونیم، شما بفرمایین. فعلا خداحافظ. بابا رامتین تو گفتیم میریم شمال که دم انتخاباتی تو هم وعده وعید میدی یا با پاک زایمون کردی جلو همه. عزما اوضاع درام تو شده کشک بادنجان، عزما دودی بزن و حقه بافور بگردان، عزما کاری نکند جنبل و جادوی تو دیگر، افتاده نظامت وسط چکش و سندان. جانمی جان 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 اومدیم وای 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 وای، حال تو هی 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 میگیریم